سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدین به کانال من. امروز میخوایم در مورد اعضای خانواده و فامیلی تری یعنی شجرنامه خانوادگی صحبت بکنیم. فامیلی به معنی خانواده است و تری به معنی درخت است، با همدیگه به معنی شجرنامه خانوادگی یا درخت خانوادگی هست. میخوایم که اصطلاحات و کلمات خوبی رو یاد بگیریم با توجه به اینکه شما در درس‌های گذشته فعل تو بی رو یاد گرفتین و همینطور صفات ملکی رو یاد گرفتین. مطمئنم که بعد از این درس میتونین که خیلی خوب در مورد اعضای خانواده‌تون حرف بزنید به زبان انگلیسی. خب بیایم یک نفر رو در نظر بگیریم. این فرد پدر و مادری داره. پدر میشه father. father. این TH وسط رو میبینین؟ TH خیلی وقتا صدای د میده، این د عربی، دالزال عربی، یا صدای د میده، father. این مادری داره، mother. یه father داره، یه mother داره. به اینا اصطلاحاً میگن parents یعنی والدین. parents یعنی والد. parents این اس جمع یعنی والدین. پس این فرد یک پدر داره، یک مادر که اصطلاحاً بهش میگن parents. این فرد علاوه بر پدر و مادر حتما پدر بزرگ و مادر بزرگی هم داره. پدر بزرگ و مادر بزرگ وارد دسته grandparents میشن دوستان. این parents بود یعنی والدین. grandparents یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ ها، والدین بزرگ. کلمه grand در زبان انگلیسی به معنی بزرگ هست. grandparents یعنی والدین بزرگ یا اجداد. خب grandmother و grandfather میشن پدر بزرگ و مادر بزرگ. به همین راحتی. پدر بزرگ و مادر بزرگ من مثلا فرزندشون پدر من هست که پدرم با مادرم ازدواج کرده و من به دنیا اومدم. رابطه بین مادر من و پدر من چیه؟ رابطه بینشون رابطه زوجیت یا همسری. اونا چیکاره همدیگه؟ پرنت من هستن، پدر مادر من هستن، اما چیکاره همدیگه هستن؟ اصطلاحا میگن spouse. زوج. spouse یعنی زوج. اونا زوج همدیگه هستن، همسر همدیگه هستن. مادر من وایف هست، خانوم خانه‌دار یا خانوم پدرم هست و پدر من هازبند هست یعنی شوهر مادرم هست. رابطهشون با هم دیگه spouses هست. اونها زوج هم دیگه هستن و وایف و هازبند هستن. خب اینا علاوه بر اینکه من رو به دنیا آوردن، خواهر برادر من رو هم به دنیا آوردن. خواهر به زبان انگلیسی میشه sister. برادر به زبان انگلیسی میشه brother. اما خب خواهر من چه رابطه‌ای با پدر مادر من داره؟ داتر اونهاست. داتر. بیگ مقدار املاش سخت‌تر هست. ببینید دوغتر نوشته میشه. DOUGH که خونده نمیشه و بعد تر نوشته میشه. داتر. حالا ممکنه که به ریشه های ما قبل تاریخی و ریشه های مثلا مال 2000-3000 سال پیش زبان انگلیسی برگردید که یک زمانی با زبان فارسی هم ریشه بوده و نکات مشترک زیاد دارن. خیلی میگن داتر با توجه به املاش از کلمه دختر فارسی در میاد، یعنی با دختر هم ریشه است. دختر و دختر یعنی کسی که میره گاوها رو یا بزها رو میدوشه، شیرشون رو در میاره و دوغ درست میکنه و چنین چیزهایی. خیلی میگن اینها ریشه مشترک دارن. خب و برادر من چیه؟ پدر مادر من میشن سان، پسر پدر مادرم میشن. اما خب سیستر و برادرز، خواهر برادر من با من چه رابطی دارن؟ siblings. اینها خواهر برادر من هستن. sibling یعنی خواهر برادر. siblings این اسم جمع هست. اما خب پدر بزرگ مادر بزرگ من وقتی بچه دار شدن فقط پدر من که نبودی، دختری مثلا و یک پسری هم به دنیا آوردن.
اون دختر پسر برای پدر بزرگ مادر بزرگ من همین سان و داتر هستن، یعنی پسر و دختر. برای پدر من رابطهشون چیه؟ برادر و سیستر پدر من هستن. اما خب با توجه به من، برای من چه نسبتی دارن؟ اونها انت و آنکل من هستن. انت یعنی هر قوم خویش خانومی که همسن و سال پدر مادر شما باشه میشه انت شما. خاله، عمه، زنمو، زندایی، هر قوم خویشی که توی اون رده سنی باشه میشه انت شما. آنکل یعنی عمو یا دایی یا هر قوم و خویش آقایی که همسن و سال پدر شما باشه. مثلا شوهر خاله شما آنکل شما هست، شوهر عمه شما آنکل شما هست، عموی شما آنکل شما هست و دایی شما هم همینطور. حالا یه ردیف پایین‌تر، مثلا آنکل من، عموی من یه بچه داره. بچه اون چه دختر باشه چه پسر باشه چه رابطه‌ای با من داره؟ کازین منه. کازین یعنی دختر عمو، پسر عمو، دختر دایی، پسر دایی، دختر خاله، پسر خاله، دختر عمه، پسر عمه، هر فامیلی که از لحاظ سنی همرده من باشه، چه دختر باشه و چه پسر باشه، این رابطه رو با من داره. از اون پایین‌تر اگر که نگاه بکنیم، مثلا از یه جنبه دیگه نگاه کنیم، شما من رو در نظر بگیم، خب من این طرف انت من هست، خاله من هست، من چی کارش میشم؟ من میشم دختر خواهرش میشم یا دختر برادرش میشم، یا یک نفر دیگه میشه پسر خواهرش یا پسر برادرش. اون یه اصطلاح جدا داره، نیس و نفیو. نیس و نفیو. نیس میشه دختر خواهر، دختر برادر. نفیو میشه پسر خواهر، پسر برادر. اما از یه جنبه دیگه نگاه بکنیم، ببینیم بعضی وقتا هست که وقتی که مثلا طرف پدرش یا مادرش فوت میکنه یا پدر مادر از هم دیگه طلاق میگیرن و یک مادر جدید، یک خانم جدید میاد با پدرش ازدواج میکنه، یه مرد جدید، یه مرد دیگه میاد با مادرش ازدواج میکنه، رابطه این فرد با اون چطوری میتونه باشه؟ چون اون پدر واقعیش که نیست، پدر خونیش که نیست. در این حالت میگن step father، پدر ناتنی، step mother، مادر ناتنی، step daughter، دختر ناتنی، step son، پسر ناتنی، step sister، خواهر ناتنی، step brother، برادر ناتنی. پس اگر که رابطه اینطوری بود که حالت ناتنی بود، شما میتونید از step استفاده بکنید. یه زمانی هست که رابطه یک مقدار پیچیده تر میشه، یعنی طرف با یه نفر دیگه از یه والد مشترک هست، از یه والد دیگه مشترک نیست. زن و شوهری هر کدوم یه بچه دارن، از ازدواج قبلیشون حالا ازدواج میکنن و بچه دار میشن. رابطه بین این دوتا بچه ها چی میتونه باشه؟ رابطهشون half هست. بچه دوستان من، half به معنی نیمه و نصف هست. نیمه، نصف. half brother یعنی چی؟ برادری که نصفه با شما برادره، یعنی ممکنه که پدر یا مادرش متفاوت باشه. half sister یعنی خواهری که نصفه با شما خواهره، ممکنه که پدر یا مادرش با شما متفاوت باشه. یه اصطلاح دیگه هم داریم، مثلا son in law. این لا یعنی قانون، این لا یعنی در قانون، پسر قانونی. ببینین اگر رابطه ایجاد شد و این رابطه از طریق قانون، یعنی مثلا با ازدواج ایجاد شد، در مثال رابطه son in law، brother in law، sister in law ایجاد میشه. یعنی اگر از طریق ازدواج یک رابطه ایجاد شد، داماد اصطلاحاً میشه son in law، عروس میشه daughter in law، پدر شوهر یا پدر زن میشه father in law، مادر شوهر یا مادر زن میشه mother in law، خواهر شوهر یا خواهر زن میشه sister in law و به همین سبک برادر زن یا برادر شوهر میشه brother in law. این هم یک نکته هست. اگر که شما فکر میکنید که یه سوالی در این زمینه داره، فکر میکنید که روابط پیچیده تری ممکنه باشه و بخواید که اصطلاحش رو بدونین، حتما توی کامنت ها برام بفرستین و من میگردم براتون پیدا میکنم. حالا فکر میکنم تا این حد کفایت میکنه.
جمله بسازین با استفاده از possessive adjective. possessive adjective چیا بودن؟ my, you, your, his, her, its, are, your و their. و فعل های to be که بودن am, is, are. My mother is nice. He is my father. She is my aunt. He is her brother. He is your stepfather. ببینم که چند تا جمله میتونیم بسازین. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و ما رو دنبال بکنید و هر سوالی که داشتید برام بفرستید توی کامنت ها. متشکرم.